میگوید 3 روز شیطان در محراب شیخ برسیسا خدا را عبادت کرد. شیخ برسیسا عبادتهای او را دید، خود در حیرت ماندند و از او پرسان کردند چه عبادتی عجیب داشته ای؟ من اینقدر خدا را عبادت میکنم، لکن در یک عبادتی تو گفت عاجز آمدم. گفت در کدام عبادتم؟ گفت 3 روز تو نه آب خوردی و نه طعام خوردی. شیطان نمیخورد. گفت این کاری آسان است. گفت اگر خواهی گفت به این منزلت هم میرسی. گفت چیکار کنم؟ گفت من یک انسانی بودم، یک گناه وزنی کردم. شیطان گفت اون گناه را گفت به زبان آوردن ده قدرت ندارم، لیکن یقین دان شیخ برسیسا هر گناهی که کنی خدا میبخشد تو را. خیلی که امروز شعار هست، همون جوانی تا به عشق و به لذت های دنیا گذران پیر کشیدی، بعد عبادت تا کردن میگیری. حالی نمیدانی که به پیری میرسی یا نمیرسی. آیا میدانی که از ساعت پس بعدی تو چی می آید یا چی نمی آید؟ ولا تدری نفس ماذا تکسب غدا. خدا میگوید هوشیار شوین، شما نمیدانید که پگاه به سر شما چه آمدنی است. تو پگاه نمیدانی در روی خط مرده ها هستی یا در روی خط زنده ها. فردا تو نمیدانی در روی خط بیماری ها هستی یا در روی خط تنصیحات ها. این تو نمیدانی. گفت این آسان است. گفت چه خیل کنم؟ گو یک گناه کو و یقین دان که خدا گناه تا می بخشد. و تو آدم خدا ترس هستی، از خوف گناه چنان گناه برو همون خوف گناه چنان در دل تو اثر میکند که دیگر تو خوردن و نوشیدن فراموش میکنی. شیخ برسیسا تقدیر الهی گمراه شد در این سخن شیطان و گفت چی گناه کنم؟ گفت از همه گناه های کلان زنا هست، زنا کن. گفت نه. گفت من زنا نمی کنم. گفت زنا کی نکنی؟ گفت یک انسان قتل کن. گفت نه. گفت به این شم گفت دست نمی زنم. گفت خیلی از همه در عادی ترینش گفت همین عرق هست، عرق نوش، خمر خور و بعد این توبه کن و خداوند چنان خوفی را در دل تو جا میکند که دیگر نه خوردن به یادت میزند و نه نوشیدن. گفت از کجا خورم؟ کجا در شراب میفروشند؟ رنگ امروزه جامعه ما و شما در هر دکان عرق نبود. در هر یک قد کوچه یک بشکه پیوه نویساندگی سویجی پیوه، او از سر سبیل بمانه و سویجی. حالی میفهمی بعد سویجیش چی است؟ وای به حال هم مسلمان هایی که اینا میفروشند، وای به حالتان. پیغمبر خدا چی گفتن؟ شما زردابی از فرجهای زن دوزخی را می نوشین در روز قیامت. بعد میبینی که کلامش سویجی هست. در هر قدی کوچه و در هر دکان این گونه عرق فروشی نبود. امروز من حیرت دم میمانم، باور کنین مسلمان عرق فروش است. مسلمان در معرکاش عرق میدهد، مسلمان عرق خورای، مسلمان دزدای، مسلمان خیانتکارای، مسلمان دروغگو. از این چی گونه مسلمانی باشد؟ آخر شما یک بار آدمو بود پرستای خطای عبرت گیرید، همونها را ببینین، همون بود پرستیشان در چند قدر صادقند. یک بود در پیشان همون لباسهای زرچون پوشیدگی و سرها تراشیدگی، از سحر تا بیگاه در بیخ همون بود نشستگی هم را عبادت میکنند. یا مسلمانی کامل شو یا اسلام و توار مسلمان احتیاج ندارد، هیچ احتیاج ندارد. گفت از کجا نوشم؟ شیخ برسیسا گفتند. گفت به فلان قریه می روی، در فلان مکان گفت خمر وجود دارد. شیخ آمدن همون خانه در آمدن و عرق نوشیدن که مست شدند. وقتی کوچه بر آمدن نگاه کردن که یک زنی خیلی صاحب جمال دیدند، تیز از پی وی رفتند.
این پیغمبر خدا بیهوده نگفتن که عرق مادر همه گناه هاست. همین عرق نوش دیگر در همه گناه ها آسان است در آمدن. از پی همین زنی خوش جمال شدند. وقتی در خانه در آمد این زن، از پس وی در آمد و یکی یک باره میگوید بالای این زن حمله کرد. آدمی مست میگوید این زن تجاوز کرد. همین زمان بود که شوهرش در آمد. میگوید برای آن که شرمنده نشود، میگوید مشت میگوید در بالای سر این شوهر زن زد و او را در زمین افشانید و او را قتل کرد تا که آوازش نبراید. شیطان در حال میگوید نزد پادشاه آمد، خودش به صورت انسان در آورد و گفت میدانی در فلان خانه گفت فلانی گفت فلانی را هم زنا کرد، هم عرق نوشید، هم وی قتل کرد. گفت پادشاه در حال دستگیر کردند، شیخ آوردند. میگوید 80 تازیانه برای عرق زدن، 80 تازیانه دیگه برای زنا زدن و گفتن نزد دار بریم برای که انسان قتل کرده است اینا در دار آویزان کنی. وقتی نزد دار آوردن، شیطان میگوید در حال نزد شیخ آمد. گفته شیخ گفت اینقدر سال عبادت کردی، 400 سال خدا تا عبادت کردی، اینقدر مریدها، چی خوش می شود که از زمین زیری دار تو را من خلاص گردانم. گفت راه دارد؟ گفت بله. گفت مرا یک سجده کن تمام، من تو را گفت از اینجا خلاص میکنم. گفت آخر گردن من بند دارد، چه خیلی من تو را سجده کنم؟ گفت با همین سرت اشاره کن قبول است. میگوید شیخ همین سرش اشاره کرد، شیطان عبادت کرد. شیطان گفت یقین دان ای شیخ من شیطان هستم، من دشمن تو و دشمن قرآن و دشمن الله هستم. میگوید از پیش اونا پدید شد و خداوند این شیخ هم میگوید در روز قیامت در زمره همون عرق نوشها در زیر بیرق همین برسیسا سر میبردارند. این از خاتمه یکی از دوستان خدا. باید انسان خاتمه را فقط انما الاعمال بخواتمها، حبیب خدا میگوید این از جز از این نیست که فقط خاتمه اعتبار است، نظر که خاتمه شما چگونه انجام می‌یابد. با این باید ما و شما ننازیم. باید که بهترین اخلاق ما و شما داشته باشیم، فعلهای پیغمبر را داشته باشیم. پیغمبر خدا را حدیثش روایت می شود که بال اعرابی فی المسجد، نرمی پیغمبر را تماشا کنین. از این نرمی پیغمبر باید ما و شما درس گیریم. جوانای عزیز باید مثل پیغمبر ما و شما اینقدر حسن خلق، اینقدر گفتار و رفتار خوب داشته باشید. نگاه کنین چی معامله میکند. همراه صحابه ها نشسته بود، ممکن مثل معرکه ما و شما بود. حبیب خدا بالای منبر بود و صحابه های او در اطرافش نشسته بودند. این زمان میگه یک اعرابی، یک کوهستانی درون مسجد در آمد. بالا به معنای پیشاب کرد. در آمد در داخل مسجد، در یک اطراف مسجد میگه همین اعرابی پیشاب کردن گرفت. فقام الناس الی لا یقع فی. پیغمبر خدا را حدیث روایت میکنن که صحابه ها غضبناک شدند، از جا خیستند، خواستند که این اعرابی را چیکار کنند؟ این اعرابی را اذیت دهند، عذاب دهند، لط کنند. پیش از این قصه را دوام دادن، در دوام صحبت یک چیزی دیگر یادم آمد. بسیاری از برادران ما و شما امروز وجود دارد که در راه ها ما و شما بینی می افشانیم، آب دهان می پرتاییم، پیشاب می کنیم، حتی تا نجاست هم در راهی که مردم راه گذر است از مسلمان های ما و شما رخ می دهد. این عمل خیلی عملی زشت است، این عمل خیلی عملی نادرست است. طبیعت یک برادر تخیره کردن. پیغمبر خدا میگوید عرضت علی اعمال امتی حسنها و سیئها. من شب معراج در نزدم 2 کتاب گذاشتن، یک کتاب نیکی ها و یک کتاب بدی ها.
یک کتاب ثواب ها و یک کتاب گناه ها. فوجدت فی محاسن اعمالها العزا یمات عن الطریق ووجدت فی مساوی اعمالها النخاعة تكون فی المسجد لا تدفن. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفت وقتی من کتاب گناه ها را که کشادم، کدام گناه از همه گناهی وزنین است، یافتم کسی که در مسجد آب دهانش یعنی توف میکند و لیکن همون توفی کردگیش نمیپوشاند. یعنی اگر ما و شما در داخل مسجد از دهانمان آب رود یا اینکه از بینیمان آب رود، ما و شما میتونیم به همون دستمال ها و روی مالچه هایی که داریم اون گیریم. اگر در بالای همون جای نماز پرتاییم که یک برادری ما و شما از او طبیعت خیره شود، یا با اون جورب هایی که الحال در پای بعضی از شما وجود دارد که وقتی میگذاری و در جای پای تو دیگر سجده کردن نمی شود، اینا گفتن گناهی وزنین ترین انا همین در کتاب گناه ها یافتم. لیکن در کتاب ثواب چی را یافتم؟ ووجدت فی محاسن اعمالها العزا یمات عن الطریق. بهترین ثواب نه نماز ذکر کرد پیغمبر، نه زکات ذکر کرد، نه حج ذکر کرد، بلکه گفت که بهترین ثواب گفت در این یافتم که از قد راه انسان یک چیزی را که برای طبیعت برادر مؤمن خیره میکند، برای یک برادر مؤمنش آزار میدهد، از قد راه و بیره کردن. این یک تواضع ما را نشان میده. وقتی یک آب دهان میبینیم یا یک آب بینی را میبینیم یا یک نجاست را بینیم، این خاکساری ما را نشان میده که یک مشت خاکگیر ما آورده در بالای وی پرتاییم تا که برادری که از پس من میآید طبیعت وی خیره نشود. اینم تواضع است. این نشانه این است که تو کبر نداری. حتی با پا توانی همون آب دهان از آب بینی از با پایت همون را شکیده نابود کن که تا که یک برادر دیگر نبیند و طبیعت وی خیره نشود. و یک کنندش که گناهکار است، لیکن کسی وی پاکیزه میکند، نابود میکند، وی در بهترین ثواب پیغمبر خدا وی شامل است. شیخ منصور مولوی جونی را خدا رحمت کند یک حکایه میکند، شاید به همین حکایه موضوع امروز ما انجام دهیم. در باب همین که از راه گذر، از قد راه آن چیزی را که ضرر است و یا می برداری که نشانه تواضع شما را نشان میدهد، میگوید پدر را یک شب او دید در خواب، پریشان حال بین جمع احباب. شیخ منصور وقتی پدرش میگوید با دستی خود برد در همون لحد گذاشت، شب میگه در خوابش دید بسیار پریشان حال است. بگفتش ای پدر چون از حالت، چرا زرد است گلگونی جمالت؟ میگه در خواب دیدش که پدرش خیلی چهره هاش زرد است و بسیار پریشان خاطر است و خیلی ناراحت است. گفت پدر گفت من وقتی تو را در قبر ماندم این رخساره های تو لالگون بود و وقتی تو خوش بود، تو عالم بودی، تو مدرس بودی، چرا امروز اینقدر چهره تو زرد است در این عالم ارواح؟ بگفتا صعب شد کار ای جگربند، همان دم که جدا شد بند از بند. همان زمانی که ای جگربند من مرا در قبر گذاشتی و مرا تنها در خانه قبر ماندین و خانه که رفتین، این زمان گفت یک مشکلات بالام آمد. چی مشکلات بود؟ ندا آمد چی آوردی به درگاه، چی داری از عبادت تو شیرا؟ همین زمان میگوید این ملائکه ها از من سوال کردن به این خانه قبره که اینجا صندوق عمل است چی آوردی؟ از عبادت چی داری پیشنهاد کن؟ پدر شیخ منصور چی گفت؟ بگفتا 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و طاعت، زهد و تقوا. گفتن ای پروردگارا آخه ذاتی تو دانا و شنواست، من از روزی که تولد هستم، از روزی که به بالغ رسیدم هر سال حج میکردم، 60 حج کردگی هستم. تمام سالی که به بلاغت رسیده بودم روزه میگرفتم، نمازها در اشتراک داشتم. چی شد بعد؟ جواب آمد نشد این جمله مقبول.
جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیا لایق ترین شایست محصول. این زمان میگوید جواب آمد که بلرزیدم به خود زان وهم چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. حضرت میگه چنان جواب آمد که وجود مرا لرزه گرفت و این سرهای دندانو میگوید از ترس پروردگار همه شکست. چی ندا آمد؟ ندا آمد که این 60 حج تو، این تمام عبادت تو انسان به درگاه خدا قبول نشد. یقین دانین حدیث صحیح از ابو هریره است که روایت او را مسلم میکند. میگوید چی میگوید پیغمبری خدا؟ قاربو و سددو، مردم مسلمان حقیقت طلب باشید و پایبند حقیقت باشید. و علمو انه لن ینجو احد منکم بعمله. قالوا یا رسول الله ولا انت ولا انا الا ان یتغمدنی الله برحمت منه و فضل. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند ای امتان من، یقین دانین که عملهای شما را نجات داده نمیتواند. این عملهایی که ما میکنیم، گفت پیغمبر، در دوام این نعمتی که خدا مرا داده است، یک نعمتی شنوایی را بین، یک نعمتی که اگر یک جای تو بیمار شود تمام دولت میتی که همین تن من صحت شود. یک صحتی که خدا به ما داده است، در برابر این نعمت هرچی خدا را ما عبادت کنیم عبادت چه به جا آوردن نمیتونیم. با عملهاتون پیغمبر خدا ننازین گفت، زیرا عملهاتون شما را در روز قیامت دستگیر شدن نمیتونه. صحابه گفتن و انت یا رسول الله، تو را هم عملهات دستگیرت نمیشود؟ گفت ولا انا، مرا هم گفت عملهام دستگیرم نمیشود الا ان یتغمدنی الله برحمت منه و فضل. تا اگر رحمت پروردگار نجوشد، تا اگر در رحمت او غلیان نکند، بنده را گو خداوند هیچگاه نمیبخشد، عملش او را نجات داده نمیتواند تا اگر رحمت پروردگار بیدار نشود. این شیخ دم همین جواب آمد. حضرت گفتن خیلی لرزان شدم. بعد این چی شد؟ ندا آمد که روز یاد داری، گرفتی خارک از راه گذاری، مبادای خلد در پای مومین، بیازارد کفی جوینده دین. پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردیم جای تو در قصر جنت. پروردگار گفت ای شیخ، این 60 حج و نماز عبادت تا یک طرف گذار. یا داری که یک روز از قدرها یک خاره گرفتی، به نیت گرفتی که در پای یک برادر من نخلد، در پای یک انسانی که به مسجد می آید نخلد، از این خاطر گرفتی. همین عمل تو نزد ما پسند آمد، ما تو را در جریده جنتی ها نویساندیم. تو را ما برای تو قصر برای این عمل چیکار کردیم؟ برپا کردیم. این پیغمبر خدا چی گفتن؟ این انسان، این عربیه که در مسجد پیشاب کرد، گفت دعوه. این حکمت بینین، این آداب بینین. گفت حمد نشینین. صحابه ها کجا خستید؟ در جا تا نشینین. و عرقو علی بوله سجلا من ما او ذنوبا من ما. جسور این گفت، غیرت دارین، پهلوان هستین، روین از بیرون گفت در ظرفا آب بیارین، پر از آب کنین. پیشاب این اعرابی را گفت جارب گرفته شسته تازه کرده در بیرون برده پرتوین، به اعرابی کاری نگیرید. این تعلیم بینید، این تواضع را بینید، این آداب بینید. در آخر حضرت چی گفت؟ فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. زیرا من بالای این امت آسانگیر آمدم، من بالای این امت مشکلات آوردنی نیستم. انا آداب پیغمبری خدا. این است معلمی که ما و شما را تربیه دارد، ما و شما را از کبر میخواهد نجات دهد. هر کدام شما اگر این گونه پیشاب ها را میبینین، این گونه آب دهان و بینی را میبینین، وقتی خم میشوین و یک مشت خاک بالای اون میپرتایین، برای چی؟ برای که یک برادر مؤمن من آزار نیابد. مثل همون شیخی که عمل کرد و قصر جنت برای خود گرفت، شما را خداوند در اون مبتلا میکنه. انشاءالله من این موعظه را
انجام دادن نتوانستم. خدا خواسته باشد باز جمعه دیگر من گفتم شاید در این جمعه تمام میکنم که تمام نشد. انشاءالله جمعه آینده هم یک ساعتی دیگر در اطراف این صحبت میکنیم و بعدا خدا خواسته باشد باز سوال و جواب هایی که خیلی زیادن باز با اونها انشاءالله ما و شما روبرو میشویم. اینجا یک چند برادرها مرا بسیار تعجیلا سوال دادن که جواب گوییم، زیرا این برادرها شهر روسیه می رفتند. السلام علیکم حاجی محترم، اولا خداوند عمر شما را دراز و پر برکات کند. من بررسی هفته پیش آمد سفر دارم، از شما خواهش و التجا دارم که در حق ما دعا کنید، بعدا با سوالهای من جواب پر را دهید. پدر من آدم دست با خیر و خیلی هم خاکسار بودند. در آخر عمر بیماری بسیار دراز مدت کشیدند. در جنازه از ملا امام شنیدیم که روزی بیماری 40 روز گناه را پروردگار عفو میکند. یعنی 40 روزه بیماری هایی که باشد گناه های بنده را عفو میکند. شما در این خصوص چی میگویید؟ دوم، درباره گوشت خوک از ما نمیخوریم. همکارانمون از ما سوال میکنن چرا حرام است؟ شما چی میگویید با این سوال؟ با احترام یکی از برادران اهل اسلام، یعنی یکم بیماری ها البته این مغفرت گناه مسلمان می شود. اگر کدام ما و شما چند روزه که بیماری میکشیم تصور کنیم که خداوند در هر ساعت بیماریمان گناه های ما و شما را مغفرت میکند، این حق است. حتی اگر شما دائم مسجد می آمدگی باشید یا اگر شما در ماه رمضان هم که بیمار شوید خداوند شما را روزدار می نویسد، زیرا شما سالی که صحت و سلامت بدید روزه گرفته بدید. امسال این بیماری سبب شد و تو روزه نگرفتی، یا بیماری سبب شد و تو مسجد آمده نتوانستی، از این خاطر تو را خداوند در زمره مسجد می آمدگی ها می نویسد، در زمره روزدارها می نویسد. اگر سال حج باشد تو را حاجی می نویسد. به خاطر چی؟ به خاطر که این بنده من بیمار است. این حق است. و دوم، گوشت خوک این حرام است. همه مسلمان ها این معلوم است. یعنی چرا حرام؟ الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما پدرای گرامی، برادران عزیز و دادران عزیز و تمام آن نفرهایی که در این اطراف صدای ما را میشنوند و به همه آن مهمانهایی که از راههای دور در این مسجد ما و شما مهمان هستند، اولا همه اینها را خوش آمدید میگوییم و بعدا همه شما را به این روزی جمعه که در منزلت و در قدر و در ثواب از عید رمضان و قربان دیده زیادتر است، شما را تبریک و تهنیت میگویم. و امروز موعظه‌ای که ما و شما داریم، درسی که امروز در یک ساعت بین ما و شما وجود دارد، این دوام جمعه پیشینه در باب کبر هست. پیش از آنه که این صحبت باز آغاز کنیم، حبیب خدا فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لم یدع الله غضب علیه. هر کسی که اگر از پروردگار حاجت طلب نمی کند،
هر کسی که اگر به سوی پروردگار خود دعا نمی کند، خداوند میگوید با این گونه بنده ها من غضب میکنم. از این خاطر برای ما بیدار کردن غضب پروردگار حاجت نیست و باید پناه طلب کنیم که غضب الهی به سوی ما و شما کشاده نشود، بلکه دائم ما و شما در رحمت او غوطیده باشیم. از این خاطر یک دعایی که به صحابه پیغمبر خدا، یکی اصحاب او، یکی با همنشین خود تعلیم داده بود، میخواهم از این تعلیمات پیغمبر خدا دعای خود شروع کنیم. یکی از صحابه های پیغمبر به نام ابن حمید بود. حضرت نزد حبیب خدا آمدن، گفتن یا رسول الله، ای حبیب خدا، ای رحمت از برای عالمیان، ای کسی که در روز قیامت بجز تو دیگر جلوه ندارد، علمنی دعاء، یک دعای برای من تعلیم بده تا که این دعای تو را من برای خود وظیفه قرار دهم و دائما چه در معرکه توی باشم، چه در معرکه خیر احسان باشم، چه در تنهایی باشم، چه در هر حالتی که باشم، این دعایی که بر من تعلیم دهی همین دعا را من انجام دهم. قل اللهم انی اعوذ بک من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی. پیغمبر خدا تعلیمش دادن که ای ابن حمید، دعا گفت برای تو این است که به سوی پروردگارت پناه طلب کن از بدی گوش، از بدی چشم، از بدی زبان، از بدی دل، از بدی منی. انشاءالله من این دعا را پیش از آغاز صحبت مفصلتر برای شما بیان میکنم. الحال دعا میکنیم که خدای مهربان ما را از بدی گوش، از بدی چشم، از بدی زبان، از بدی دل، از بدی منی نگه بدار. و خدای مهربان تمام اعضاهای ما را اطاعت کننده به سوی ذات خودت بگردان. نگذار که این اعضاها ما را براهای برد که فردا در نزد تو خجالت و در نزد تو شرمنده باشه. و خدای مهربان هر یک عبادت هایی که انجام می دهیم، عبادت ها ما به درگاهت مقبول بگردان. و خدای مهربان سفر همه ما را از این دنیای فانی و دنیای باقی با نور ایمان موفق بگردان. و خدایا محبت ذات خودت را، محبت محمد صلی الله علیه و سلم را، محبت قرآن و اسلام را در دل ما بندگانت خدایا جایگیر بگردان. و خدایا هر قدم هایی که برای ادای این نماز جمعه زدیم، گذاشتیم، خدایا در هر قدم های ما حسنات کتابت کو و گناه های ما را خدایا مغفرت بگردان. و خدای مهربان این جمهوری ما را آباد بگردان، صلح و وحدت و یکدیگر فهمی را در این جمهوری ما شعار بگردان. و رئیس جمهورم خدای مهربان که برای بهبودی این ملت تاجیک، برای برداشتن آبروی مردم تاجیک در تمام روی دنیا کوشش ها دارد، خدای اولا توفیق با رفیق و بعدا محبت اسلام در دلش جایگیر بگردان و دائما چنان غیرتی را نصیبش بگردان که حمایه از اسلام و مسلمان ها کنه. و خدای ایشان عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیبش بگردان. آمین یا رب العالمین. ابن حمید که صحابه پیغمبر بودند، وقتی نزد پیغمبر خدا آمدن و دعای را خواستن تعلیم گیرد، حبیب خدا به او چی دعا در تعلیم داد؟ بگو که خدایا پناه به سوی تو طلب میکنم
از بدی گوش، از بدی چشم، از بدی زبان، از بدی دل، از بدی منی. این چی معنا دارد؟ خداوند در سوره اسراء میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. صدق الله العظیم. خداوند میگوید ای محمد صلی الله علیه و سلم به تمام بندگان من، به تمام امتان خود خبر بده که این گوش ها، این دست ها، این پای ها، این دل ها و این زبان ها و این چشم ها روز قیامت خود صحبت میکنند، خود به سخن می آیند. هر کدام این در روز قیامت پرسیده می شود که صاحب تو با تو چگونه معامله کرد. یا مفسرها گفتن از گوش و چشم و زبان و اعضاهای شما می پرسند آیا چی شنیدی و چرا شنیدی؟ آیا چی دیدی و چرا دیدی؟ آیا کجا قدم زدی رفتی و برای چی رفتی؟ هر یک اعضا روز قیامت اگر شما برای باوری کامل حاصل کردن، اگر در آیت 65 سوره یاسین هم نظر کنید خدا چی میگوید؟ استعیذ بالله الیوم نختم علی افواههم و تکلمون ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. روز قیامت وقتی شما دوباره زنده میشه پدرای عزیز، خداوند میگوید بر این دهنهای شما من مهر میزنم، این دستهای شما و پایهای شما همه در صحبت می‌درآیند. اینها از تجربه و از تاریخ حیاتی تو در نزد من حکایه میکنند، خبر میدهند. این است که خدا رحمت و مغفرت کند حضرت داوود علیه السلام را که حضرت در مناجاتش چی گفت؟ گفت پروردگارا اگر این پایهای من به غیر آن راههایی که رضاگی تو در اون نباشد و مبادای قدم زد، اگر این پایهای من در معرکه های رفت که در اون غضب تو باشد، اگر این پایهای من در دکان درآمد که در اون دکان حرام کرده های تو فروخته می شود، فکس رجلیه، خدایا دعا میکنم که پایهای مرا بشکن. اون حضرت ها این گونه دعا میکردن زیرا میدانستند این پایها در روز قیامت در صحبت می‌درآیند. اینها اخبارات میدهند از حیاتی که ما و شما گذرانیدیم. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کند و حضرت میگوید ز غیر ذکر ایزید گوش کربه. حضرت مولوی آیا بی سواد بودند؟ حضرت مولوی را خدا رحمت و مغفرت کند از روی نظم هایی که ما میخوانیم او را اگر ما مفسر و محدث هم که گوییم غلط نمی کنیم، زیرا هر یک نظم هایی که دارد همش از شیره های قرآن و از شیره های احادیث های پیغمبر جمع شدند. و حضرت میگوید ز غیر ذکر ایزید گوش کربه. پروردگارا اگر مبادای این مولوی جنونی تو در یک معرکه نشیند که در اونجا اگر صحبت الله نباشد، صحبت از اسلام نباشد، خدایا دعا میکنم که این گوشهای مولوی را کر بگردان، زیرا روز قیامت از این یک ساعتی که در این معرکه من نشستم این گوشها در نزد پروردگارم جواب میگویند. ز غیر ذکر ایزید گوش کربه، ز گوش هرزگویان گوش خربه. خدایا و آن گوش هایی که در معرکه های می نشینند که در اونجا صدای امر معروف نیست، صدای نهی منکر نیست، در اونجا فقط و فقط گپ های بیهوده انجام یابد، خدایا این گونه هرزگویان از این گوش آدمی دیده گوش خر میدادی بهتر است، زیرا گوش خر در روز قیامت اخبارات نمیدهد، لیکن گوش انسان اخبارات میدهد. دلی به عشق او بادا کفیده. حضرت دعاش گوش کنید. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده. خدایا دلی که در او ترس تو نباشد، خدایا دلی که در او محبت تو نباشد، خدایا دلی که در او محبت محمد صلی الله علیه و سلم نباشد،
خدای دلی که در او قرآن و محبت قرآن و اسلام و مسجد و مسلمین نباشد، خدای اون دل کفانده بگردان، اون دل پاره پاره بگردان، زیرا او دل در نزد الله هیچ قدری ندارد. خدا رحمت کند حضرت امیر جان که در این کولاب ما و شما خوابیده‌اند. حضرت در مصرع‌های شعریش چی میگفت؟ ندیده بود که جستجویش نکند. حضرت گفتند من این چشمهای بینایی که در چکه بگیم در سر هر کدام شما چسبیدگی است، این من چشم نمیخوانم زمانی که اگر این دیده ها جستجوی راه الله را نداشته باشد. ندیده بود که جستجویش نکند، نه کام و زبان که گفتگویش نکند. اون زبانی که اگر گفتگوی ذاتی تو را نداشته باشد، اون زبان من زبانم نمیخوانم. هر دل که در او مهر الهی نبود، گر پیشی سگ افکنند بویش نکنند. حضرت گفتن اگر در دلی که ترس تو نباشد، در دلی که اگر محبت اسلام نباشد، اون حضرت گفتن در پیش سگ پرتا سگ اون دل نظر نمی کند. این از دعای پیغمبر خدا که پناه طلب کنید به سوی پروردگارتان از بدی چشم، از بدی دل، از بدی زبان، از بدی منی. مقصد از منی زنا هست که به سوی پروردگارتان پناه طلب کنید که در زنا شما مبتلا نشوید. این دعا را باید هر کدام ما و شما برای خود وظیفه گذاریم و دائم دعا کنیم که کاش که این گوشهای ما و شما فقط و فقط شنیدن کلام الله را داشته باشد. این زبان ما و شما تا که خواننده قرآن باشد. امروز عیب است، عیب که شما علاقه بوایه رسیدین، از نعمت پروردگار میخرین، قرآن پروردگار خوانده نمیتونین. عیب است برای شما. اون جوان مرده که امروز بوایه رسیده است، با 40 و 50 رسید یا با 60 و با 70 رسیدین، اگر شما قرآن که خوانده نتونین در این خیل شرایطی که خدا امروز مناسب آورده است، باور کنه از این گناهی وزنی نیست. حبیب خدا میگوید خیرکم من تعلم القرآن و علمه. اگر در اطراف من 3000 یا 4000 نشسته باشین، حبیب خدا میگوید بهترین اینها کیست؟ کدام شما بهترین هستین؟ گفت آن کسی که قرآن میخواند، آن کسی که سحر قرآن کشاده میکند، آب چشمش بالای قرآن را میریزاند که این کلام الله، امروز خدا مرا هدایت کرده است و کلام الله را میخوانم. حبیب خدا میگوید بهترین شما ای جوانها، ای موی سفیدها، آن کسی هست که قرآن خوان باشد و علمه، باز این قرآن بر رفیقش و با همسایش و با فرزندش و با زنش تعلیم دهد. بهترین شما گفت انا همون است. امروز ما و شما الحمدلله نام مسلمانی داریم، امروز نماز جمعه میخوانیم، امروز دیگر عملها را میکنیم، لیکن از قرآن دور هستیم، قرآن نمیخوانیم. حاجی های ما و شما از حج گشته میآیند، میگن زنها قرآن میخوانند، کودک های مردم خارج همه قرآن خوان هستند، لیکن ماها چی؟ ماها فقط نظر میکنیم، بعد اونجا آب چشم میکنیم که دیگر فایده نداره. برابری نماز، برابری زکات، برابری روزه، خواندن قرآن هم این چی است؟ ثواب دارد، این هم عبادت است. پیغمبر خدا میگوید مثل المؤمن یقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها طیب و طعمها طیب و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ریح لها و طعمه حلو. پیغمبر خدا مؤمنها را دو صنف کردند، یعنی شما را به دو صنف تقسیم کردند. گوییم که به سارت یکم و به سارت دویم تقسیم تان کرد. آیا شما نمیخواهین که در سارت اول باشید؟ اگر خواهین که در اولش باشین، پیغمبر خدا گفت آن مؤمنی که قرآن میخواند وای به منزله مندرین است. اترجه یا اپلسین گویم یا مندرین گویم، هم پوستش گو مزه خوب دارد، هم داخلش مزه شیرین دارد. لیکن مؤمنی که نام مؤمنی دارد، یعنی مسلمان است،
5 وقت نماز میخواند، روزه میگیرد، مسجد میآید، فقط از خواندن قرآن محروم است، او به منزله خرما هست. گفت فقط مزه شیرین دارد لکن بوی خوب ندارد. شما از همون بوی خوب محرومین. این کسانی که امروز قرآن خوانده نمیتونید، شما از همون بوی خوب محروم هستید. چی نمیرسد برای شما؟ برای این دادن مبلغ لازم نیست. امروز کودکا قرآن خوان هستند، آمده پیش کودکا تعلیم گیرین، قرآن تان احترام کنین. هر یک فرزند مسلمان یک ورق خواندن هر روز در ذمه او شرط است، ضرور است که یک ورق قرآن باید هر روز تلاوت کند. قرآن بالای شما حق دارد. روز قیامت بالای شما شکایت میکند که مرا ناپسندی کردن، مرا احترام نکردن. حتی حبیب خدا چی میگوید؟ میگوید لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترق. همینش برای شما باید بسنده باشد. حبیب خدا میگوید اگر کدام جوان یا کدام موی سفید یا کدام دختر یا کدام کمپیر اگر قرآن خوان باشد، روز قیامت اگر ملائکه های دوزخ او را گرفته در دوزخ هم که پرتایند، محترق او را دوزخ نمی سوزاند. در هر پوستی که در هر دلی که اگر قرآن جایگیر باشد، دوزخ او را سوزانیده نمیتواند. خوش به حال اون جوانهایی که امروز قرآن خوان هستند. انا اونا را من جوانهای پهلوان و با غیرت میگم. خوش به حالتان که این بشارت های پیغمبر خدا در شما نائل هستید. این از دعای پیغمبر خدا که از بدی چشم، یعنی بین چشمی که قرآن نظر نکند، از بدی زبان، زبانی که اگر کلام الله را خوانده نتواند، از این پیغمبر خدا گفتم پناه به سوی الله طلب کنید. موعظه ای که امروز برای شما آماده کردیم، چگونه ای که رسانیدم، دوامی جمعه پیشین موضوع کبر هست. کبر این خود یک بیماری خیلی وزنینی هست که وقتی انسان در کبر یا در حسد گرفتار می شود، عاقبت صاحبش هلاک می کند. یعنی این چنان بیماری هست که تبابت شونده هست. یعنی تبابت می شود وقتی انسان اگر از این کبر و از حسد چیکار کند؟ توبه به سوی الله کند، دیگر به عملهایی که کبرانه هستند اگر چنگ نزند، انشاءالله وی از این بیماری شفا می یابد. و الا اگر همین کبر خدا، سرکشی خدا، گردن فرازی خدا دوام دادن گیرد، عاقبت البته کبر او را هلاکش میکند. حضرت سعدی را خدا رحمت و مغفرت کند میفرماید ز خاک آفریدت خداوند پاک، ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حضرت سعدی را خدا رحمت و مغفرت کند میگوید ای مردم یقین دانید که پیدایش شما از خاک است. شما را خدا از خاک آفرید. چگونه ای که حبیب خدا میگوید کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، همه شما ای مردم فرزند حضرت آدم هستین و حضرت آدم پروردگار از خاک آفرید. در آیات های قرآن خداوند میگوید منها خلقناکم و فیها نوعدکم و منها نخرجکم تارة اخرى. از همین خاک شما را آفریدیم، از همین خاک شما را پیدا کردیم. باز یقین دارید که بازگشتان به سوی خاک است، یعنی به سوی قبر است. و باز یقین دارید که دوم باره شما زنده میشوید در روز قیامت. یعنی این آیت قرآن و این حدیث پیغمبر خدا برای تمام مردم مسلمان دلیل می شود که انسان از خاک آفریده شده است.
اگر چنده که یک زمان بالای ما و شما بود که ما و شما را چنان تعلیم نادرست میدادند که انسان از میمون تولد شده است، لیکن مادامی که عقیده نادرست بود، مادامی که عقیده باطل که بود، خداوند چی گفت؟ جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. و تمام مردم اعلان کو که پروردگار میگوید وقتی حقیقت که آمد باطل ها همه نابود می شود، باطل ها همه پراکنده می شود. و کان الباطل زهوقا، همیشه باطل ناپدید می شود، باطل هیچگاه باقی نمی ماند. در صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت عبدالله ابن مسعود است، میگوید وقتی پیغمبر خدا از مدینه آمدن مکه را فتح کردند، مکه را گرفتند، یعنی غلبه به دست مسلمان ها شد، حبیب خدا در دستش یک عصا داشت میگد و در اطراف خانه کعبه 360 بود قائم بود، 360 بود قائم بود. هیکل هایی که امروز در بعضی از موضع های جای ما و شما وجود دارد، همون هیکل ها که مردم مشرک و غافل اون زمان همونها را خدا گفته عبادت میکردند. امروز بعضی از جوانای ما و شما هم روزی توی رفته پیش همون هیکل ها را تعظیم میکنند. همون زمان ها هم این گونه عبادت ها وجود داشت. حبیب خدا میگه یک هر کدام همون بت ها را با تیاقش میزد، همین آیت هم میخوان جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. محمد همراه قرآن آمد. باز محمد از مکه بیرون کرده بودین، محمد قبول نکردین دینشه. امروز غلبه و نصرت نصیب مسلمان ها شد. امروز باز قرآن در روی دنیا حکمران می شود. ای بت‌ها شما باطل بودین، الحال شکسته می شوید. حق آمد. وقتی که حقی آمد هر یک چیزی که باطل است نابود می شود. این عقیده ای که انسان از میمون بود، از این در باطل ترین سخن وجود نداشت، زیرا که این ضد آیت قرآن و ضد احادیث های پیغمبر خداست. اینم نابود شد، پدید شد، ناپدید شد. حضرت سعدی همین هم میگوید ای انسان ها شما را خدا از خاک آفرید، پس افتادگی کن چو خاک، مثل خاک افتاده باش، مثل خاک نرم باش، مثل خاک آرام باش. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریده چو آتش مباش. تو خصلت حریصی و خصلت جهانسوزی و خصلت تکبری را در خودت راه نده، زیرا خدا تو را از خاک آفرید، تو را از آتش نآفرید کو. این خصلت های جهانسوزی و گردن بلندی خصلت آتش است، خصلت علاو است. این خصلت انسان نیست، زیرا انسان خدا از خاک آفرید کو. چو گردن کشید آتشی حولناک، و بیچارگی تن به انداخت خاک. حضرت سعدی میگوید وقتی که خداوند خاک که آفرید، خاک همون خیل آرام بود. چگونه که در رفتی سخنهای ما و شما میگیم بسیار انسان خاکسار است، یعنی بسیار خاک، بسیار یک وقتی آفریدش پروردگار هیچ گردن فرازی نداشت، همون نرمی خودش قطعی قائم شد، ایستاد. لیکن وقتی آتش خدا آفرید در حال علنگه زد، در حال گردن بلندی کرد. حضرت سعدی در آخر چی گفتند؟ چونان گردن کشید این کمی، از آن دیو کردن از این آدمی. وقتی که آتش که گردن فرازی کرد، وقتی کبر کرد، وقتی سرکشی کرد، وقتی که خود برتری کرد، خداوند از این آتش شیطان آفرید و خاکی بسیار نرمی داشت، رفقی داشت. خداوند این بهترین مخلوق که انسان از خدا از خاک آفریده شد. از این خاطر انسان باید چی باشد؟ مثل خاک باشد، کبر نداشته باشد، گردن بلندی نداشته باشد، زیرا کبر، عظمت فقط لایق پروردگار است. ما و شما جمعه پیشین تحلیل آیت سوره لقمان بود
در جای رسیدیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. مفسران میگویند که حضرت لقمان فرزند چی گفت؟ فرزند من، هیچگاه وقتی که مردم به پیش تو با یک نیاز می آیند، برای یک حاجت براری می آیند، بالای آنها روی خودت ترش نکن و بالای این مردم بیچاره قواق نانداز. چگونه یک پیغمبر میگه اتق الله و این تلقا اخاک و وجهک الیه منبسط. ای امتان من، وقتی یک امتی من، وقتی یک مردم مسلمان، یک مرد مسلمان نزد شما می آید برای معامله کردن، برای با شما صحبت کردن یا از شما چیزی را درخواست کردن، با آنها با تبسم باشید، قواق نه اندازید، گردن فرازی نکنید. اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طیبة. پیغمبر خدا گفت اگر اون قدر تو را خدا بی غیرت هم کرده باشد که نیاز این بنده خدا را نبرآوردی، تو را خداوند این قدر غیرت از دست گرفته باشد که مرادهای او را حاصل نکردی، یعنی آن چیزی که وی میخواست، فبکلمة طیبة، با او صحبت خوب کن. از مالت ندادیش میلش، لیکن این بنده خدا را ملامت نکن، این بنده خدا را تحقیر نکن، این بنده خدا را از پیش خودت با قوقعای گرانده جواب نده، بلکه با سخن خوب و از پیش خودت جواب بده. مفسرها دیگر زیلم تفسیر کردن، گفتن ولا تسعر خدک للناس، معناش این هم هست که اگر نام یک انسان پیش تو گرفتن، نگو که وای کیست خودش، ای کی از خودش. یعنی این سخن هم خودش از روی کبر صدا میدهد. وقتی که نام یک برادر پیش ما و شما ذکر می شود که فلانی، ما در جواب چی میگویم؟ وای کی از خودش. این هم علامت یک کبر ما و شما را نشان میدهد. باز مفسرها دیگر زیلم تفسیر کردن، گفتن اگر مبادا یک انسان پیش شما برای عرض دل می آید، تا آخر و یک گوش اندازین، از وی روی نگردانین، تا آخر صحبت و یک گوش اندازین که وی چی میگوید، وی چی میخواهد. یعنی هست بعضی معامله هایی که اگر یک برادر نزد ما و شما می آید، وقتی وی صحبت دارد ما با او توجه نداریم، وقتی وی سخن گفته ایستاده است، از حساب کبر، از حسابی که ما او را احترام نداریم نسبت او که ما گردن فرازی که داریم، سخن وی گوش نمیکنیم که وی کی از خودش. این گونه مفسرات تفسیر کردن. لکن هر یک ملای نباشد. امروز در ملاها هم همین کبر وجود دارد، در کارگرهای دولتی هم وجود دارد از حساب فرزنداشون. بعضی فرزندهای همون کلانزاده ها را میبینی، آدم عادی را پسند نمیکنن، خاطرش هم نمیبینن. برای چی؟ برای پدر من فلانی است، پدر من پولدار است، مالدار است. اون مال و ملکت باور کن به خدا قسم از سر پدرتم، از سر خودم سبیل میماند. لکن در نزد خدا جواب میگوی برای این کبر، زیرا خداوند تکبر دوست نمیدارد. ان الله لا يحب المستكبرین. خدا میگه من ذاتی هستم که هیچگاه متکبر دوست نمیدارم. در ملاها و در ایشانها و در شیخها و وجود دارد که من فلانی زاده هستم گفته. دیگر این آدم هایی که ایشان زاده و شیخ زاده نیستن، اینا را یک آدم عادی میشمارن، میگن شما تاجیک هستین، ما عرب هستیم. یک آدم عادی میشمارن، میگن شما تاجیک هستین، ما عرب هستیم. حتی اینم باور که این سخنها را از زبان اینا میشنوید که ما عرب هستیم، شما تاجیک هستین. اگر این گونه شیخ ها را باور کنید من دشمن اونها هستم، این گونه صوفی ها را من دشمن اونها هستم. زیرا خدا رحمت کند محمد اقبال لاهوری را حضرت میگه بیا ای بی ادب خود را ادب کن. ای شیخ، ای صوفی که امروز خودت از مردم برتر میشماری، یا ای ملایی که امروز به مردم پسند نمیکنی به خاطر یک جزء از علم خدا را تر خدا نصیب کرده است.
وای چی میگوید؟ بیا ای بی ادب خود را ادب کن. تو بی ادب هستی میگوید. بیا درس ادب خوان. مسلمان زاده ای ترکی نسب کن. اگر تو مسلمان زاده باشی این نسب تا ترک کن. من بچه فلانی هستم و من علم فلانی هستم، من شیخ زاده و ایشان زاده هستم. اینا علامت کبر هستند. مسلمان زاده ای ترکی نسب کن. بلونی احمر و خون و رگ و پوست عرب نازد اگر ترکی عرب کن. حضرت گفتن اگر همین عرب ها گویند که ما قوم عرب هستیم، قوم قریش هستیم، از اولادای پیغمبر هستیم، با این نسبشون اگر افتخار کنند ترکشون کنند که اونا جاهل هستند. زیرا اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. حضرت محمد اقبال لاهوری گفتن اسود از توحید احمر می شود. اگر سیاه پوست هم خدا ترس باشد، اگر آدم عادی هم از خدا می ترسیدگی باشد، وای بسوی پروردگارش قدر قیمت پیدا میکند. از روی عبادتش خیش فاروق و ابوذر می شود، وای خیش حضرت عمر می شود، خیش حضرت ابوذر غفاری می شود. امروز این کبر در اینها، در این دو صنف، هم صنف گویم کارگرها و هم صنف ملاها در وجود دارد. انا حضرت همچنان هم تحلیل کردن که وقتی یک انسان پیش شما آمد و صحبت کرد، اونا تا آخر گوش اندازین که وای چی میگوید. زیرا تو نمیدانی که همون انسانی را که تو پسند نداری، خاطرش نمیبینی، انسانش نمیشماری، نمیدانی که خاتمه وای چی گونه انجام میابد، خاتمه تو چی گونه انجام میابد. آیا تو ایمانی به سلامت میبری یا او ایمانی به سلامت میبرد؟ کسی نمیداند. پیغمبر خدا میگوید فوالذی لا اله الا غیره، قسم بر آن خدایی که بجز آن پروردگار دیگر خدای نیست. ان احدکم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلوها. این حدیث صحیح پیغمبر است. و این احدکم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا الذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلوها. این حدیث باید برای تمامی این دو صنف باید عبرت شود. پیغمبر خدا چی گفتند؟ قسم بر آن پروردگاری که جان محمد در دست اوست. پیغمبر تأکیدا خبر داده ایستاده است. با خدا قسم میگوید که یکی از شما عمل میکند عمل اهل جنت را، یعنی یک انسانی هست که شانزاده است، شیخ زاده است، دام الله است، یا پدرش پولدار است، 5 وقت نمازخوان است، مسجد می آمدگی هست، عمل اهل جنت را دارد. پیغمبر خدا گفت چنان عملهای اسلامیش زیاد است که بین این انسان و بین جنت فقط 1 ذراع مانده است، یعنی 50 سانتی متر مانده است که وای وارد جنت شود. فیسبق علیه الکتاب، اینجا تقدیر گفت بیدار می شود. و این انسان چیکار میکنه؟ همین انسانی که اینقدر به عملهای خودش نازیده بود، این انسان میگوید خداوند با یک عملی دوزخی ها دست میزند و در جنت به او پوشیده میشود و وارد دوزخ میشود. 50 سانتی متر مانده بود که وای وارد جنت شود، 1 ذراع. و حبیب خدا در دوام چی گفتن؟ گفتن قسم بر آن پروردگاری که جان محمد در دست اوست، یک انسانی هست که عملهای دوزخی ها را میکند. این حدیثی صحیح است، این یگان افسانه نیست. عمل دوزخی ها را میکند، بین او و بین دوزخ فقط همون 50 سانتی متر مانده است. این زمان تقدیر کاری خودش میکند. این انسان چیکار میکند؟ این انسان عملی اهل جنت در چنگ میزند و وارد جنت میشود. غافل مباش، مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وسوسه پیها بریدند. غافل نشوی. هر یک اولیای میگه از دنیا بی ایمان رفت که الحال من برای شما میگه نامش میگویم. هر یک اولیا، هر یک دانشمند از دنیا بی ایمان رفتن از حساب همین کبرهایی که داشتن، از حساب همین سرکشی هایی که داشتن، از حساب همین که از خاتمه کارشان میترسیدن.
حضرت مولوی را خدا رحمت کنه میگن مسلمان بودن تو کی به کار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است، اینجا مسلمان مردن اعتبار است. این مسلمانی تو میگه به چی کار می آید؟ مسلمان بودن تو کی به کار است؟ مسلمان مردن اینجا اعتبار است. عزیزانی که از گریه نیاسود، همه اندوه و خوفی خاتمه بود. این دوستای خدا مفسر و محدث و 50,000 و 60,000 مرید داشتند، لیکن از خاتمه شان میترسیدند. آیا ایمان میبرده باشیم یا نمیبرده باشیم؟ از این میترسیدند. با این قدر مفسر و محدث، با این قدر مسجد آباد کردن، با این قدر مریدهایی که داشتند، از خاتمه میترسیدند. امروز باید این کسانی که پیشواها شدند، این کسانی که امروز تکبری دارند، باید از خاتمه فکر کنند. اون انسانی را که اینها پسند نمیکنند، اون انسانی را که احترام نمیکنند، چی میدانی که وای در نزد خدا قدر دارد یا قدر تو بلند است؟ غافل مشو و مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وسوسه پیها بریدن. ناامید هم مباش که رندان بادنوش با یک خروش هم به منزل رسیده. ناامید نباش. میگد وحشی کی بود؟ وحشی حضرت امیر حمزه را قتل کرد، لیکن دم آخرش ایماندار رفت. مسیلمه کذاب کشت، یکی از کسانی را که دعوای پیغمبری کرد، و یک کشت و یک به ایمان رفت. حضرت عمر اول حیات چه نظر کن، آخری حیات چه نظر کن. اینا باید برای ما درس شود. در حیات القلوب یک قصه یادم آمد، کتاب فارسی ما و شماست، از شیخ برسیسا حکایت میکند که شیخ برسیسا را میگوید خیلی عمر طولانی داشت، با یک روایت میگوید 400 سال عمر داشتند، یعنی امتهای پیشین بود. 60,000 مرید داشت میگوید. بسیار عابد بود، بسیار شیخ کلام بود. حتی میگوید چنان عبادت‌های داشت که فرشته‌های الله به سوی الله ذکر او را میکردند که پروردگارا چگونه یک بنده صالح داری. خداوند میگفت آن علمی را که من دارم شما نمیدانید، انا همین برسیسا از دنیا به ایمان میرود. همین برسیسایی که میبینید در عبادت او تعجب دارید، مفتون عبادت او شدید، انا همین برسیسا به ایمان میرود. فرشته ها گفتن پروردگارا آن چیزی را تو میدانی ما نمیدانیم. باری میگوید شیطان خودش را به صورت یک انسان در آورد. شیطانی که دشمن انسان است خودش را به صورت یک انسان در آورد و دروازه شیخ برسیسا را تق تق کردند. حضرت برآمدند، دیدن، گفتن خدمتی هست. گو میخواهم که در همون عبادتگاهی که تو داری خدا را عبادت کنم. من تو را بسیار دوست می‌دارم، بسیار احترام میکنم، بسیار آدم مشهور و معروف هستی. شیخ برسیسا گفت مرحمت. گفت محراب خالی است، عبادت کن. 3 روز شیطان در این خانه برسیسا میگوید عبادت کردند. این قصه را من برای چی میارم؟ برای که همون انسانایی که مردم حقیر میشمارند، مردم ناپسندی میکنند، به مردم توجه ندارند، چه از حساب پولداریشان، چه از حساب نسب و اجداد و شیخ و ملا بودنشان، من به او خاطر میارم که از خاتمه ترسیدن در کار. میگوید 3 روز شیطان در محراب شیخ برسیسا خدا را عبادت کرد. شیخ برسیسا عبادتهای او را دید، خود در حیرت ماندند و از او پرسان کردند چه عبادتی عجیب داشته ای؟ من اینقدر خدا را عبادت میکنم، لکن در یک عبادتی تو گفت عاجز آمدم. گفت در کدام عبادتم؟ گفت 3 روز تو نه آب خوردی و نه طعام خوردی. شیطان نمیخورد. بابها و یک کتاب گناه ها. فوجدت فی محاسن اعمالها العزا یمات عن الطریق ووجدت فی مساوی اعمالها النخاعة تكون فی المسجد لا تدفن. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفت وقتی من کتاب گناه ها را که کشادم، کدام گناه از همه گناه وزنین است، یافتم کسی که در مسجد آبی دهانش یعنی توف میکند و لیکن همون توفی کردگیش نمیپشاند. یعنی اگر ما و شما در داخل مسجد از دهانمان آب رود یا اینکه از بینیمان آب رود، ما و شما میتونیم به همون دستمال ها و روی مالچه هایی که داریم اونا گیریم.
اگر در بالای همون جای نماز پرتاییم که یک برادری ما و شما از او طبیعت خیره شود، یا با اون جوربهایی که الحال در پای بعضی از شما وجود دارد که وقتی میگذاری و در جای پای تو دیگر سجده کردن نمی شود، اینا گفتن گناهی وزنین ترین انا همین در کتاب گناه ها یافتم. لیکن در کتاب ثواب چی را یافتم؟ و وجدت فی محاسن اعمالها العزا یمات عن الطریق. بهترین ثواب نه نماز ذکر کرد پیغمبر، نه زکات ذکر کرد، نه حج ذکر کرد، بلکه گفت که بهترین ثواب گفت در این یافتم که از قد راه انسان یک چیزی را که برای طبیعت برادر مؤمن خیره میکند، برای یک برادر مؤمنش آزار میدهد، از قد راه و بیره کردن. این یک تواضع ما را نشان میده. وقتی یک آب دهان میبینیم یا یک آب بینی را میبینیم یا یک نجاست بینیم، این خاکساری ما را نشان میده که یک مشت خاکگیر ما آورده در بالای وی پرتاییم، تا که برادری که از پس من میآید طبیعت وی خیره نشود. اینم تواضع است. این نشانه این است که تو کبر نداری، حتی با پا توانی همون آب دهان از آب بینی از با پایت همون را شکیده نابود کن که تا که یک برادر دیگر نبیند و طبیعت وی خیره نشود. و یک کنندش که گناهکار است، لیکن کسی وی پاکیزه میکند، نابود میکند، وی در بهترین ثواب پیغمبر خدا وی شامل است. شیخ منصور مولوی جونی را خدا رحمت کند، یک حکایه میکند، شاید به همین حکایه موضوع امروز ما انجام دهیم، در باب همین که از راه گذر، از قد راه آن چیزی را که ضرر است و یا می برداری که نشانه تواضع ما را نشان میدهد. میگوید پدر را یک شب او دید در خواب، پریشان حال بین جمع احباب. شیخ منصور وقتی پدرش میگوید با دستی خود برد در همون لحد گذاشت، شب میگه در خوابش دید بسیار پریشان حال است. بگفتش ای پدر چون از حالت، چرا زرد است گلگونی جمالت؟ میگه در خواب دیدش که پدرش خیلی چهرهاش زرد است و بسیار پریشان خاطر است و خیلی ناراحت است. و پدر گفت من وقتی تو را در قبر ماندم این رخساره های تو لالگون بود و وقتی تو خوش بود، تو عالم بودی، تو مدرس بودی، چرا امروز اینقدر چهره تو زرد است در این عالم ارواح؟ میگفتا صعب شد کار ای جگربند، همان دم که جدا شد بند از بند. همان زمانی که ای جگربند من مرا در قبر گذاشتی و مرا تنها در خانه قبر ماندین و خانه که رفتین، این زمان گفت یک مشکلات بالام آمد. چی مشکلات بود؟ ندا آمد چی آوردی به درگاه، چی داری از عبادت تو شیرا؟ همین زمان میگوید این ملائکه ها از من سوال کردند به این خانه قبری که اینجا صندوق عمل است چی آوردی؟ از عبادت چی داری پیشنهاد کن؟ پدر شیخ منصور چی گفت؟ بگفتا 60 حج کردم خدایا، نماز و صوم و طاعت، زهد و تقوا. گفتن ای پروردگارا آخه ذاتی تو دانا و شنواست، من از روزی که تولد هستم، از روزی که به بالغ رسیدم هر سال حج میکردم، 60 حج کردگی هستم. تمام سالی که به بلاغت رسیده بودم روزه میگرفتم، نمازها در اشتراک داشتم. چی شد بعد؟ جواب آمد نشد این جمله مقبول. جواب آمد نشد این جمله مقبول، بیا لایق ترین شایسته محصول. این زمان میگوید جواب آمد که بلرزیدم به خود زان وهم چندان، شکست از زلزله سرهای دندان. حضرت میگوید چنان جواب آمد که وجود مرا لرزه گرفت و این سرهای دندانو میگوید از ترس پروردگار همه شکست. چی ندا آمد که این 60 حج تو، این تمام عبادت تو انسان به درگاه خدا قبول نشد. یقین دارین حدیث صحیح از ابو هریره است که روایت او را مسلم میکند. میگوید چی میگوید پیغمبری خدا؟ قاربو و سددو
مردم مسلمان حقیقت طلب باشید و پایبند حقیقت باشید. واعلموا انه لن ینجو احد منکم بعمله. قالوا یا رسول الله ولا انت ولا انا الا ان یتغمدنی الله برحمة منه و فضل. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتن ای امتان من، یقین دانید که عملهای شما را نجات دادن نمیتواند. این عملهایی که ما میکنیم، گفت پیغمبر، در دوام این نعمتی که خدا مرا داده است، یک نعمتی شنوایی را بین، یک نعمتی که اگر یک جای تو بیمار شود تمام دولت میتی که همین تن من صحت شود. یک صحتی که خدا به ما داده است، در برابر این نعمت هرچی خدا را ما عبادت کنیم عبادت چه به جا آوردن نمیتونیم. با عملهاتون پیغمبر خدا ننازین گفت، زیرا عملهاتون شما را در روز قیامت دستگیر شدن نمیتواند. صحابه گفتن و انت یا رسول الله، تو را هم عملهات دستگیرت نمیشود؟ گفت ولا انا، مرا هم گفت عملهام دستگیرم نمیشود. الا ان یتغمدنی الله برحمة منه و فضل. تا اگر رحمت پروردگار نجوشد، تا اگر در رحمت او غلیان نکند، بنده را گو خداوند هیچگاه نمیبخشد، عملش او را نجات دادن نمیتواند تا اگر رحمت پروردگار بیدار نشود. این شیخ دم همین جواب آمد. حضرت گفتن خیلی لرزان شدم. بعد این چی شد؟ ندا آمد که روز یاد داری، گرفتی خارک از راه گذاری، مبادای خلد در پای مومین، بیازارد کفی جوینده دین. پذیرفته شدی زان نیک نیت، بکردیم جای تو در قصر جنت. پروردگار گفت ای شیخ، این 60 حج و نماز عبادت تا یک طرف گذار. یاد داری که یک روز از قدرها یک خاره گرفتی و نیت گرفتی که در پای یک برادری من نخلد، در پای یک انسانی که به مسجد می آید نخلد. از این خاطر گرفتی. همین عمل تو نزد ما پسند آمد، ما تو را در جریده جنتی ها نویساندیم. تو را ما برای تو قصر برای این عمل چیکار کردیم؟ برپا کردیم. این پیغمبر خدا چی گفتن؟ این انسان، این عربیه که در مسجد پیشاب کرد، گفت دعوه. این حکمت بینین، این آداب بینین. گفت حمد نشینین. صحابه ها کجا خستید؟ در جا تا نشینین. و عرقو علی بوله سجلا من ما او ذنوبا من ما. جسور این گفت، غیرت دارین، پهلوان هستین، روین از بیرون گفت در ظرفا آب بیارین، پر از آب کنین. پیشاب این اعرابی را گفت جاروب گرفته شسته تازه کرده در بیرون برده پرتوین. به اعرابی کاری نگیرید. این تعلیم بینید، این تواضع را بینید، این آداب بینید. در آخر حضرت چی گفت؟ فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. زیرا من بالای این امت آسانگیر آمدم، من بالای این امت مشکلات آوردنی نیستم. انا آداب پیغمبری خدا. این است معلمی که ما و شما را تربیه دارد، ما و شما را از کبر میخواهد نجات دهد. هر کدام شما اگر این گونه پیشاب ها را میبینین، این گونه آب دهان و بینی را میبینین، وقتی خم میشوین و یک مشت خاک بالای اون میپرتایین، برای چی؟ برای که یک برادر مؤمن من آزار نیابد. مثل همان شیخی که عمل کرد و قصر جنت برای خود گرفت، شما را خداوند در اون مبتلا میکند. انشاءالله من این موعظه را انجام دادن نتوانستم. خدا خواسته باشد باز جمعه دیگر، من گفتم شاید در این جمعه تمام میکنم که تمام نشد. انشاءالله جمعه آینده هم یک ساعتی دیگر در اطراف این صحبت میکنیم و بعدا خدا خواسته باشد باز سوال و جواب هایی که خیلی زیادن، باز با اونها انشاءالله ما و شما روبرو میشویم. اینجا یک چند برادرها مرا بسیار تعجیلا سوال دادن که جواب گوییم، زیرا این برادرها شهر روسیه می رفتند. السلام علیکم حاجی محترم. اولا خداوند عمر شما را دراز و پر برکات کند
من بررسی هفته پیش آمد سفر دارم، از شما خواهش و التجا دارم که در حق ما دعا کنید، بعداً با سوالهای من جواب پر را دهید. پدر من آدم دست با خیر و خیلی هم خاکسار بودند. در آخر عمر بیماری بسیار دراز مدت کشیدند. در جنازه از ملا امام شنیدیم که روزی بیماری 40 روز گناه را پروردگار عفو میکند. یعنی 40 روزه بیماری هایی که باشد گناه های بنده را عفو میکند. شما در این خصوص چی میگویید؟ دوم، درباره گوشت خوک از ما نمیخوریم. همکارانمون از ما سوال میکنن چرا حرام است؟ شما چی میگویید با این سوال؟ با احترام یکی از برادران اهل اسلام، یعنی یکم بیماری ها البته این مغفرت گناه مسلمان می شود. اگر کدام ما و شما چند روزه که بیماری میکشیم تصور کنین که خداوند در هر ساعت بیماریمان گناه های ما و شما را مغفرت میکند. این حق است. حتی اگر شما دائم مسجد می آمدگی باشین یا اگر شما در ماه رمضان هم که بیمار شوین خداوند شما را روزدار می نویسد، زیرا شما سالی که صحت و سلامت بدید روزه گرفته بدید. امسال این بیماری سبب شد و تو روزه نگرفتی، یا بیماری سبب شد و تو مسجد آمده نتوانستی، از این خاطر تو را خداوند در زمره مسجد می آمدگی ها می نویسد، در زمره روزدارها می نویسد. اگر سال حج باشد تو را حاجی می نویسد. به خاطر چی؟ به خاطر که این بنده من بیمار است. این حق است. و دوم، گوشت خوک این حرام است. همه مسلمان ها این معلوم است. یعنی چرا حرام